روزی رسول معظم اسلام از کنار یک خیمه عبور کردن، دیدن که آهویی به دروازه خیمه بسته هست. رسول معظم اسلام از کنارش عبور کردن که آهو صدا کرد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. آهو هست. رسول معظم اسلام آمدن گفتن چی میگی؟ گفت که مرا از این صحرا شکار کردن، جوجه های من در صحرا گرسنه هستند، من از تو میخواهم یا رسول الله مرا از چنگ اینها نجات بده تا برم جوجه های خود را سیر کنم، پس بر میگردم. سبحان الله. رسول معظم اسلام صراخ کردن که صاحب این آهو و بالآخره کیست؟ قومی آمدن گفتن ما هستیم یا رسول الله. گفتن این آهو را اجازه بدهید تا اینکه برود جوجه های خود را سیر کند پس برمیگردد. گفتن کی ضامن هست کی پس برمیگرده؟ رسول معظم اسلام گفتن من ضامن این میشوم. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، سردار دو جهان ضامن آهو میشود. یک حیوان آهو را رها میکنن، آهو میرود جوجه های خود را سیر میکند پس برمیگردد. یا رسول الله آمدم شما ضامن من شده بودید، پس برگشتم.